دفتر مطبوعات رئیس شهر خوجند از بازداشت جوان چخول فروش خبر داد که در اعلانش در سامانه سامانتیجی شأن و اعتبار مردم خوجند را پس زده است. بنا به اطلاع رسمی در اساس نشر اعلان و بیان اندیشه ناسالم در سامانه سامانتیجی نسبت شهروند شکوروف مرادعلی سوق جانویچ از جانب مقامات ملیت شهر خوجند چاره‌های قانونی در دایره پروتکل ماموری کد حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان اندیشیده شد. در اعلان شکوروف دیده می شود که او چخال ماشین را با نرخ 900 سامانی به فروش گذاشته، مشتریان چخالو از خوجند را گلاس‌های خوجند نام برده خواهش می کند که برای پایان آوردن نرخ مالهایش غمش ندهند. در یک شرح دیگر او با یک لعن تند باز هم خوجندی ها را دشنام می‌دهد که اگر همچنان از وی پس کردن نرخ چخالش را طلب کنند فلان نشان می‌کند. در اساس مراجعت و واکنش ساکنان در سامانه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک با سپارش سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند پلکوونیک میلیتسیا الهام قاسم‌زاده حالت مذکور فوراً از جانب کارمندان فوری مقامات میلیتسیا تحقیق گردیده شخصیت اعلان نشر نموده معین و به شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به شهر خوجند آورده شده نسبتش چاره‌های قانونی اندیشیده شد. معلوم گردید که شهروند شکوروف مرادعلی سوقیجانویچ سال تولدش 2001 زاده نایه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان استقامت کننده شهر گلستان کوچه استقلال هنگام نشر اعلان در سامانتیجی بدون اندیشه سالم ابراز عقیده نموده باعث واکنش شدید بین استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی گردیده است. خود شکوروف مرادعلی برای شرح مستقیم ماجرا دسترس نیست، ولی در اطلاعیه دفتر مطبوعات شهر خوجند گفته می شود که شهروند شکوروف مرادعلی سوقیجانویچ از گفتار و کردارش سخت پشیمان گردیده رسما عذر پرسیده است.